به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه. واقعه سخت کوبنده. آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ و چه چیز تو را آگاه ساخت که آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ یوم یکون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. روزی است که در آن مردم چون پروانه ها پراگنده می باشند و کوها چون پشم رنگین ندافی شده می باشند. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. پس کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سنگین شد در زندگی خوشنودانه به سر می برد. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. اما کسی که وزنهای اعمال نیکوی او سبک شد پس پناهگاه او هاویه یعنی دوزخ است. وما ادراک ما هی نار حامیه. و چه چیز تو را آگاه ساخت که این هاویه چیست؟ آتش است نهایت سوزاننده.